اسدی چطوری؟ اسدی در خدمت شما با یه تحلیل و بررسی دیگه از این زیگیل خونه ابدی. شبیه ناموسن این برنامه شبیه سیغیابی نمیمونه. یارو براش ننش آورد. سبکو این پایا کنده درخته. این پایا کنده درخت. پرستو ساله یه سگ پدر مگه استبمام مادقبه مگه پرنامه برشی ننه یارو رد کردی تو. وای خار تو گاییدم. شما فامیلی نمیدونم ننه بابایی دایی زندایی عمویی کسکش چیزی نداری شما پس شما رو بزنه. آقا یارو برشی ننه شو دعوت کرده توی برنامه که دنبال کیر میگرده برای خوده. بابا بیا پایین گاییدی ما رو خود کسکش رفتی اون بابا اشته خرکی میای. من نمیدونم کارگران شیشه میزنه دعوا میزنه. علی دوربین علی کدومه؟ طبیعت. نه ببین من اینجا از جانب خودم از مادر طبیعت معذرت میخوام که همچین کسکش پدری همچین شیشه با آخه کسکش برای تو تنویت بیرموز برو برم تا بیرون از اطفلانه من. تو کدوم رادیو کار کردی؟ جونم؟ رادیو من تو ایران رادیو فرهنگ کار کردم، رادیو خراسان کار کردم. من در ایران رادیو فرهنگ کار کردم، در افغانستان رادیو انفجار برای گروه طالبان. راجع به رابطه شخصیمون که تو پشت صحنه داریم و با هم دیگه اوکی تر هستیم. این کیر میخواد؟ از خودت، خانواده‌ام بابت اتفاقاتی که گذشت عذر میخوام. اگه منو میبخشی دوباره با هم برگردیم. چهارشنبه یه نیسان احساسات داشت این ویدیو، یه فرغون احساسات داشت. اصلا سیبیل خودم چه اینجوریه؟ خودم که شبیه انا. اگر قرار بر این باشه که هر دختر یه حلقه برداره بدوی بره دنبال پسر بدون که با خانواده‌اش هم حتی صحبت بکنه، این اگه بخواد تبلیغ بشه همه چی اصلا پیچیده. هر دختر دنبال بره یه تبلیغ کسکش. دو تا قلابی 5 یه مادر قهبه آپول زن کونی. تو خودت بی‌ناموس. من چند بار بهت گفتم هم سن و سالای تو الان تغذیه میذارن تو کیف بچه‌شون میفرستنشون مدرسه کونی 5 و تو رفته توی برنامه‌ای که از اول تا آخر مشکل پخش و فرهنگی و ناموسی داره خار کسته داری. ای وای برای چه ساله بیا برای تو کونم.